سلام بچه ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه ها. مخلصم بچه ها. بدون حرف پیش و پس بریم سراغ این قسمت از برنامه. بلاگر یوتیوبر تاجیکستانی اومده این بار به ایران. رفیق علی سلطانی اومده از تاجیکستان به ایران و یه جایی رفتن و با هم دیگه دور کردن منطقه سرسبز و خوش آب و هوای ایران و رفتن و خیلی فکر کنم بهشون خوش گذشته. گفتم این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم و اگه شما هم خوشتون بیاد لایک، کامنت، ساب یادتون نره. بریم و بیایم 1 2 3 لیتس گو. ماشاءالله. همس با میریم هم است خراسان. چی گفت سجاد صورت نگیریم خراسان؟ خیلی مجبورم که منو میگن نترسی نخواد. تاجیک هم خیلی جواب ترس داری، هم خیلی جواب کم میده. آقا علی حرکت کن. علی هم باشه. چه ریلی داره. اوه علی خیلی شوقه نشکنه. بهترین جدی عالی دوسته عزیز، مقصد موندیم که امریکانسکی امریکانسکی کاری میگن. چی میگن؟ این هم طوره که این یا خلاص میگن همون سنیرمه هم بولو. به به چه جو اینجا کجا هست بچه ها؟ خیلی هرجایی نیست اگه اینجا تو اونجا بیا من اینجا دا میشینم. چه جایی هم هست. ببین یه جایی هم هست. خب کل این کوهستان و ریل گذاری کردن این مدلی که میرن روش میشینن و اینجوری وسط کوه ها و اینا از بالا میان به پایین، وسط کوه ها اینجوری میرن تا به پایین میرسن. خیلی خفنه، مخصوصا واسه فیلم گرفتن و ولاگ. امریکانسکی باید حرکت میکنیم بچه ها. آقای علی توکل و مخرو. بله اینو چی میگن در اینجا؟ سورتمه سورتمه هم ما دا فکریم که امریکانسکی گوری میگن. چی میگن من اونو میدونم. بس کمربند دارشون میگه. کمربند هم ببندم. چی میبندم؟ رنگی موشین هم؟ میشه؟ میشه. خب چک دلم اون کلا برده بچه. آرم وسطش نگاه کن، آرم پرچم بیرق تاجیکستان. این ترمز ایش حرکت میکنیم که تاکل بخ اصیله میشه شما یه خود لاغر صدا علی سلطانی از پشت میشنوی بچه ها. کمربندش بستلی میشه به زور داره میکشه و پسره کمربندش ببنده میگه چون من کم لاغرم. سوا شدی قبلا؟ اوه رفت. این همجا برو اومده من که حرکت میکنیم. با برق فکر کنم حرکت میکنم بچه ها. چه بالا داره میره ها. چه حالی میده، چه عشقی داره. همس با میریم هم است. واو صورت نگیریم میده زای اگه خیلی مجبورم که بگیریم. فیست فیس بی نظیره. اینی برادرم میبردانه. آفرین. این باچ خیلی بودایی بچه چجوری داره میره بالا. ببین اینجوری شیبش ها به پایین نمیاد، داره میره به بالا. با چه قدرتی میره بالا، با برق میره. اوه خیلی سخته. واو از اون بالا که نگاه میکنی بچه نگاه کن جلوت میبینی اینجوری داره میره. آفرین. چی داره خود داره این نمایی گفت. قیافش نگاه کن ترسیده میگه حالا سقوط میکنه بیفته پایین. قیافشو
رفته برو رفتیم. عجب. یا خدا ببین از اون پایین اینجوری خیلی بچه خفن بود. من که خیلی خوشم اومد، نمیدونم شما هم خوشتون اومد یا نه. فضای بکری داره ایران هم. حالا شما هم بچه ها تاجیکستان همینجوری که ما عشق میکنیم بیاییم به سمت شما هم بیاییم به سمت ما، بهتون مطمئنم که خوش میگذره. چاکر بچه ها لایک و کامنت و ساب یادتون نره. در آخرم یه برنامه خفن اینجا بهتون پیشنهاد میکنه ببینید. مخلصم تا برنامه بعد. تی